خب لکسی سلام دلشاد تجه معلم ساز شد افیر بازی سازه برای که ما را اشاره کردن که افیر چسبید بکشن افیره دیگه کشتیم از صفحه گیرون کردیم بازی افیر سازه برادرها سازه افیر ساز شد خب رقم 3 کی رو گفتم رقم 3 تخمینا نبودن رقم 3 در اینجا جانشین شخصی می رقم 3 بانوی پرهنر یاسمین ولوگ آشخانه تجه تنها از همین 4 نفر کسی باشد خواهش میکنید جواب تیان رقم 3 کدام جانشین میاد رقم 3 رقم 3 هیچ کدامش نیست خب رقم 3 دنیا ورلد تایم از گل خوب رفتن علی خیرات رقم 3 دنیا ورلد مدر تجهیز تراما السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدین اپای ستراما دستر خون زیبم آمدم خوب خوش آمدین He is a basketball player. He is. خب درست. رقم 4 دلشاد تجه تاج ولوگ مام بلک سی رقم 4 تاج ولوگ مام دلشاد تجه بلک سی رقم 4 اپای ستورامو نام تو نگرفتم یک چند دقیقه پیش با فکر نبودین رقم 4 The children are in the garden پس در اینجا they میاد they are in the garden دلشاد تجه بلک سی they are in the garden بله درسته رقم 5 الله ولیکی سمیه خان اپای باسیر نه من پرسیدم اپای ستورامو من اینجا نامو رو نوشتگیم از روی نامو مثلا میپرسم تمرین ها رو کار میکنیم در اینجا نام شما رو نوشته بودم نامتون گرفتم با فکرم که نبودین یعنی تمرین ها رو با نوبت کار کردیم رقم 5 الله ولیکی سمیه خان صبرین خان باسیر نمادیک در این رقم 5 هم با فکرم که غیر از اپای باسیر دیگر کسان نیستن خیلی اپای باسیر اگر آماده باشین مرحمت جواب میدادن خیلی خوشحال میشیم و اگر شما نیز مشغول باشین پس دیگر کسا پرسیم من چند روز در آمده نتونستم اینترنت خب بخیر است انشالله خوش آمدین اپای ستورامو خب اپای باسیر 91 خب اپای باسیر شاید که مشغول باشن بگذاریم با آشخانه با بسم الله علی خیرات نامتونه در بالا گرفتم جواب ندادین کو در بالا یعنی 3 نفره بالا شما یعنی 3 نفری بالا دنیا ورلد تایم از گولد علی خیرات خب رقم 5 دسترخوان زیبا پرسیلنس تجه آشخانه با بسم الله رقم 5 توجیکشم گوینست خب رقم 5 my cousin and I are 10 years old یعنی من و همراه
پسر عمکم یا پسر خالم یعنی 10 ساله هستیم. پس در تاجیکیش در اونجا باید که از روی جانشین شخصی یعنی ما 10 ساله هستیم، ما هستیم در زبان انگلیسی چی نوشته میشه؟ دسترخوان زیبا، آشخانه با بسم الله، پرسیلنسی تجه. خب اگر جواب نداشته باشین دسترخوان زیبا دیگه کسی پرسیم. رقم 5 کازان تجه، مادر تجه سیتوراما، ولاگ سوپر ماما. رقم 5 یکون جواب داریم. رقم 5 we are. بله دسترخوان زیبا درست جواب دادین. we are 10 years old. we are 10 years old. ما 10 ساله هستیم. رقم 6 میگه the door is open. در کشوده است. پس در اونجا یعنی وای کشوده است باید بنویسیم. وای کشوده است در زبان انگلیسی چی نوشته میشود؟ نوبت به کازان تجه، مادر تجه سیتوراما، ولاگ سوپر ماما. همینجا هستین؟ اپاها شاید بعضیتون مادر شوین. مادرها استاد من حالی نمیدونم همه حرف را. خب بخیر است. خب دیگه کسی میپرسیم والا؟ ماما بلوگر تجه، پیرو خوجیف، عایشه گلوموف. از همین 3 نفره اون کس هست؟ خب با فیلم که اون کس نیست. 3 نفره بانوی پرهنر یاسمین سر 85 ولاگ آشخانه تجه تنها. از این 4 نفره چی؟ در اینجا 5 نفر است. در دفتری من 22 نفر است. اگر از یک رو خونده بریم وقت میگیرد. بنابراین در اینجا فکر میکنم که دنیا ورد حضور دارن. از دنیا ورد میتوانیم پرسیم. از اینجا ایسه تایم از گولد برامدن. علی خیرات هستن. علی خیرات، دلشد تجه، تاج ولاگ هم نیستن. بلکسی هستن. الله ولیکی نیستن. اپای سمیه خان نیستن. اپای باسیر 91 نیز شاید مشغول باشن. آشخانه با بسم الله نیستن. پرسیلنس تجه نیستن. دسترخوان زیبا کازان تجه، اپای کازان تجه همجا هستن. خب دیگر ها نیستن. خب حاضر کسانی که در اینجا هستن در زیر نامه شما یک اشاره کردم. فقط همو رو میپرسیم برای که وقت دیرتر میرود، وقت طول میکشد. رقم 6 دنیا ورلد. The door is open. رقم 6 دنیا ورلد. رقم 7 ویکی is happy علی خیرات. رقم 7 علی خیرات. رقم 8 دلشد تجه. رقم 8 دلشد تجه. بله دسترخوان زیبا میدونم همینجا هستین و یک اشاره کردین در زیر نامتون. اشاره کنیم میپرسیم تون. رقم 6 دنیا ورلد. Sorry if I close my internet. I cannot because I am following you in cell phone. Sometime customers asking it go out. Okay, Ali Khirat, welcome. Dunya, it's open. Tugri, Ali Khirat, he is. Tugri, Dilshod Taje, he is on the table. The cats are on the table. در اینجا دلشد تجه they میاد. They are on the table. They are on the table. خب بگذاریم با تمرین دیگر. Read and correct the sentences. این جمله های read and correct. خوانید و جمله ها رو درست کنید. تصحیح کنید یعنی اصلاح کنید. در اینجا گفتگو است. Jenny is from England. یعنی جنی از انگلند است یعنی انگلیا.
She isn't from England. She isn't from England. Why as an England نیست. She's from Australia. فهمو در گفتگوی بالا در دیالوگی بالا یعنی وای از استرالیا بود. در اینجا جمله رو خطا آورده است یعنی تصحیح میکنیم درست میکنیم. خب کار که میگه you are 8 years old. You are 8 years old. زوی در این جای خالگی چی میآید؟ خب دنیا وارد جواب دادن، علی خیرات جواب دادن، دلشاد تجا جواب دادن. بلک سی در این جای خالگی چی میآید؟ بلک سی هم جستین. بلکسی خب کی از در اینجا با بلکسی رقم 2 You are 8 years old. I'm is not 8 years old. I'm 10 years old. بلکسی در اینجا I'm is not نمیاد I'm not میاد. وقتی که is همراهی جانشین های شخص سیوم میاد یعنی she isn't مثلا he isn't یعنی که it isn't مثلا. اما در اینجا چی است یعنی I'm یعنی I'm not 8 years old. I'm 10 years old یعنی من 8 ساله نیستم من 10 ساله هستم. کار که میگه Brain and Jenny are friends یعنی برین همراه جنی دوست هستند. دیو میگه they are not friends. They are not friends. They are not friends. They are cousin یعنی اونها امک بچه هستن که امک یعنی خشتبار هستن. Deaf is short. Brain he خب brain در اینجا میگه که وای قد کوتاه نیست وای قد بلند است یعنی همون deaf رو در نظر دارد وای قد کوتاه نیست وای قد بلند است. دسترخوان زیبا جواب دارین یعنی وای قد کوتاه نیست مثلا در زبان انگلیسی چی گفته میشه وای قد کوتاه نیست. دنیا ورلد وای قد بلند است چی گفته می شود وای قد بلند است جواب دوامی همین جمله. دسترخوان زیبا شما جمله اول رو گوین وای قد کوتاه نیست یعنی وای قد پست نیست. دنیا ورلد شما گوین که وای قد بلند است. دنیا ورلد he is tall بله درست است he is tall. دسترخوان زیبا he وای قد کوتاه نیست یا قد پست نیست مثلا she is not tall she is short. نه عکس یعنی مثلا he is not short he isn't short و جواب دنیا ورد he is tall. بله خب کار که میگه we are in the park ما در باغ هستیم و زوی میگه we یعنی ما در باغ نیستیم ما در پارک نیستیم ما در باغ هستیم. کی بود جواب علی خیرات دو جای خالگی را پر کنید. بعد از وی چی میآید و بعد از پیش از in the garden علی خیرات. کارکی I'm Sparky the dog. دنیا ورلد سپارکی چی میشه باشه سپارکی نومی سگ باشه یا که I'm Sparky یا که I'm Sparky چی میشه باشه. دنیا ورلد علی خیرات جواب دارین. اول جمله چی را کار کنیم we
بعد از وی چی میاد؟ علی خیرت. خب علی خیرت جا پیشکی گفته بودن که بعضی وقت یعنی میزاجان زنگ میزنن با ویا نمیتونن جواب گفته. بنابراین از کی میپرسیم؟ دلشاد تجه. دلشاد تجه همین جمله که وی دارد بعد از وی جای خالیگی دارد in the park و پیش از in the garden چی میاد؟ دلشاد تجه شراره سپارکی شراره میشود. I am sparky من شراره است میشود. The dog. خب علی خیرات are not and aren't. We aren't in the park. We are in the garden. بله درست است. خب دیو میگوید you. خب the dog. جمله آخران رو دلشاد تجه. جمله آخران رو دلشاد تجه جواب دین. دلشاد تجه همینجا هستین یا که برفتین؟ رقم 6 not you. you یکمش جمله انکاری است، جمله منفی. دنیا ورد سپارکی پیشکی سیاه. خب دلشاد تجه you don't sparky. دلشاد تجه در اینجا فعل نیست. وقتی فعل باشه بعد don't توری میگیره. در اینجا اسم وقتی که اسم آمد از verb to be شکلی منفی استفاده میکنیم. you isn't نادرست است. you don't نیز نادرست است. you isn't نادرست است. isn't همراه she he it میآید. خب اگر سپارک به معنای پیشکی سیاه باشد پس میگه کار که میگه که من پیشکی سیاه نیستم هستم. I am sparky من پیشکی سیاه. the dog. راستی ترجمه رو نفهمیدم. خب you aren't sparky تو سپارکی نیستی. سپارکی چی معنی داشته باشد؟ the dog. دومش دلشاد تجه you is توری نمیگیرد. you is. دنیا ورد دوامش پیش از کارکی the parrot چی میاد؟ دنیا ورد you are. بله you are Corky the parrot. you are Corky the parrot. دلشاد تجه you are. بله درست است you are. خب دیگر اینجا نیست تمرین است لیکن موضوع کمی دراز می شود. خب این رو میگذاریم به درسی آینده. خب دوستان گرامی در همین جا به همین قدر اکتفا میکنیم و باز از فردا ساعت 9 دوام میدیم. خب یکون پیشنهاد یکون سوال ها باشد مرحمت بفرمایید. اگر نباشد این فیلم قطع کنیم به خاطر ساعت 10:21 شد. خب این یه فیلم کمی مثل دیروزا نگذشت. خیلی سبب داد چی باشه؟ آدم کم بود یا که 3 نفری کردیم با همون خاطر خدا جالب نگذشت. درس گذشته یه نفری پرسیده بودیم همون یه نفری دوام تیم یا که 3 نفری دوام تیم
ё ки мушкил дар дигар ҷо аст, шояд ки мардум машғул буданд, аз ҳамин сабаб шояд ки мисли дирӯза нагузашт, ё ки мушкил дар интернети мо буд, баъзе вақт часпид. али хират шаби ҷамъоварӣ савобони рӯза дуогӯ бошед. хуб, иншоалло дар ҳаққи ҳамдигар дуогӯ ҳастем. али хират, худо ҳаматонро нигаҳбон, саломат бошед. Дунё Ворлд ҳаминҷо ҳастем. Дунё Ворлд, Дилшод Теҷе, Black Sea. фикротон дар бораи сенафарӣ пурсидем чи аст? Сенафарӣ хуб аст ё мисли дирӯза хуб аст, яъне як нафарӣ, ё ки мушкил дар интернет буд, яъне зиёд часпид, ба ҳамон хотир он қадар хуб нагузашт имрӯз. Назартон чия дар масъалаи эфири имрӯза? дастархони зебо, хайр ҳамада, хоби хуш, дар амони Аллоҳи бузург бошед. Саломат бошед, хуш омадед дастархони зебо. Black Sea, як каси пурсед. хуб, як каси, значит як каси беҳтар аст. хуб, аз фардо боз як каси мепурсем иншоалло. Дилшод Теҷе, шаби хуш муаллим, шаб хуш ба ҳамаро. Саломат бошед. ба шумо низ шаби хуш. Казан Теҷе, ман гӯш дорам. Саломат бошед апай Казан Теҷе. Ташаккури зиёд. хуб, дигар вақти шуморо аз ин зиёд намегирем, чунки соати 10:30 ба фикрам ки эфири апай Шаҳло оғоз меёбанд. дарси адабиёт, касе ба дарси адабиёт рафтанӣ бошад, марҳамат. дӯстон ТВ, салому алейкум. Созе хубен? Ва алейкум салом. Шукри худо хубем. Шумо хубен? Тенҷен? дарс тамом шид чи? Бале, тамом шид. Нав ния доштем ки хайра хуш кунем. Good night teacher. Goodbye. See you tomorrow. My brother Dilshod Teje. Шаби хуш муаллим. Ба шумо низ шаби хуш. Спокойной ночи, учитель. И вам тоже спокойной ночи. İyi geceler öğretmenim. Size iyi geceler söylüyorum. Buleksi Xudo Hafiz ba hama. Buleksi Eid hama muborak. Salomat бошед. Дӯстон ТВ, успех накадаме. Хуб, боз аз фардо иншоалло соати 9 ба вақти Москва боз дарсро давом медиҳем. боқӣ ҳамаи шумо дар амони худо бошед то фардо. ای مردم بیدار، ای مردم بیدار، پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. Thank you. Goodbye.